کار کفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه‌ای که دست بکار است. آقا منیو رو بیارید. سلام خوش آمدی. چی حال داری؟ خوبم، تو چی؟ خوبم. باش کمی دیر کردم. هیچ گپ نی اسرت، هیچ گپ نی. دیروز بیمارخانه رفتید. اول خانم سوزن چه خیل است؟ خانم سوزن رو معالجه میکنن. اما دیروز با مادرم گفته هایش رو میشنیدی حیران میشدی. اصلا من حیران نمیشدم. چرا؟ یعنی من بدکارای آن اویله مرا حیران نمیکند. آن آدمان بیمارن. البته گپم با چیچک و مرد دخل ندارد. اما مجیده باشد. بیبی جانی عزیزم، حسرت مرا ببخش، اما آن زن با مانند جادوگر است. در حقیقت همین خیل است. جانی مادری نبیرش در خطر است، اما او تا حال با ما مشغول است. من این آدمان رو نمیفهمم، یا اینکه عموما فهمیده نمیتوانم. انا برای همین تو اینقدر زیبایی. من زیبا هستم. یعنی باطینن زیبا هستی. از بس که باطینن زیبایی چون این افلاسی رو نمیفهمی. ظاهرا زیبا نیستم. البته زیبا هستی اما من در اومدی گپ گفتم. سوزن، من رفته باز می آیم. میلش تا عمیق شدن تشخیص می آیم. با کجا؟ عائله دارم، فرزند دارم و مسئولیت دارم. میدانی مرا اینجا تنها میگذاری؟ ما هر دو میدانیم که تو زنی می باشی که تنها به پا ایستاده میتوانی. کمال، اگر من در خطری مرگ باشم هم تو مرا ترک میکنی؟ اینجا بیمارخانه است، جای امن. دکتر و همشیره ها هستند، جایی که محافظت می شود. التماس کمی آرام شو. کمال، التماس کمی صبر کن. من سخت میترسم. التماس نرو. چیزهایی از سرگذرانده‌ات را میفهمم، اما زود رفته می آیم. با محافظان و همشیره ها خبر میدم که تو را زود آمده خبر گیرن. جای ترس نیست. زود می آیم. زود بیا. چطور با این احوال گرفتار شد؟ با مانند خوابی بد است. تمیر، مجیده، برای کارهایتان جواب میدهید. شما را جزای سخت انتظار است. شما خسته نباشید. بفرمایید. خواهش میکنم، من یک مدت کوتاه میروم و تا آمدنم خانم سوزن را خبر میگیرید. البته خواطر نشوید، من به رفیقانم نیز خبر میدهم. تشکر، من زود میآیم. خسته نباشید. خانم سوزن چه حال دارد؟ ندانم. دیروز با مادرم همه گپ‌هایش رو گفت. بسیار خوب، پس شفا یافته است. آنها دائما خوبند. تنها احوالی ما بد است. همین خیال.
تو خودت چه اول داری؟ من کوشش میکنم که خوب باشم. باید کاری یابم. نمیدونم که چی کار کنم، چی تف کنم. سرم گرنگ است. پس از حادثه های آخرین به چنین حسیات گرفتار شدنت مقرر است. لیکن خواطر نشو. من در برات هستم. امرو پس سر میکنم. ولی تو به سوال من جواب ندادی. تو چه سوال داده بودی؟ تنها باطینم زیباست. مثلا مویهایم زیبا نیستند. مویهایت با مثل ابریشم است. چشمانم چی؟ ندانم. پس نگاه کن. مثل بر. خوب، ولی چشمانی من کبود نیستند. اما بحر کبود است. ولی مثل بر چقور. رویم چی؟ اوه حسرت، تو میخوایی مرا بکشی؟ درونم پره شد. هرچه در دل داشتم همش رو افشا کردم. من بعد برایت چطور نگاه میکنم؟ من برایت چطور نگاه کنم؟ تو هم همان طور نگاه میکنی. خیریت که